پیامی دارم برای کسانی که نماز را به تأخیر می اندازند. ای برادر و خواهر مسلمان، تا کی می خواهی نماز را به تأخیر بیندازی؟ تا کی می خواهی از الله متعال دور بمانی؟ نماز ستون دین است. نماز یکی از بزرگترین فرمان الله متعال است. به یاد داشته باش مرگ هر لحظه ممکن است به سراغت بیاید. هیچ کس نمی داند فردا زنده خواهد بود یا نه. روزی می رسد که نه مال به کار می آید و نه مقام. در آن روز از نماز پرسیده می شود. الله سبحانه و تعالی می فرماید فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. پس وای بر نمازگزارانی که از نماز خود غافل هستند. اگر غافل شدن از نماز این قدر خطرناک است، پس ترک کردن نماز چقدر خطرناک خواهد بود. قبل از آن که مرگ به سراغت برسد و فرصت از دست برود، به سوی نماز برگرد، به سوی الله متعال برگرد. نماز را ساده نگیر، بلکه خوشبختی دنیا و آخرت در اطاعت الله متعال و نماز را همیشه به وقتش خواندن است. بلغوا عنی ولو آیه.